الحمد لله الذي خلق حمد و السماوات ستایش از آن خداوندی است که آسمان ها و زمین را بیافرید و ظلمات و نور را قرار داد. آفرینشش نه از سر بازی بود و نه از روی عبث. و به یاد آور زمانی را که به فرشتگان فرمان دادیم که همه بر آدم سجده کنید. همه سجده کردند جز ابلیس که از جنس جن بود و از فرمان خدا سر پیچید. او سوگند یاد کرد که همگان بجز بندگان مخلص را اغوا کند. از پیش رو و از پشت سر، از راست و از چپ حمله کند و آن هنگام که بتواند نسل آدم را ریشه‌کن کند. و در میان هر امتی پیامبری را برانگیختیم که به مردم بگوید خدا را بپرستید و از شیطان و وسوسه های او بپرهیزید. پس بعضی از مردم از خدا هدایت یافتند و برخی دیگر در گمراهی وانهاده شدند. ای از ما بهتران، ای قدرتمندان، ای میترایی ها، ای حاکمان نهان، ای سیاهی ها بر کار بود ضعیف مخالفین تسلط یابید و آنان را به کامتان فرو برید. که سجده نکرده و نمی کند، پس شما خدمتگزارانش را فرا میخوانم.
سلام. بقیه از تو خجالتی ترن؟ بیا بنشین. سلام عزیزانم. مردم میگویند وقتی شما تنها هستید نباید مزاحمتان شوی. نه، شما مزاحم من نیستید. بنشینید. به سن و سال شما که بودم همراه پدرم داوود نبی به اینجا می آمدم. او بر این تخت سنگ می نشست و با صدای زیبایش آیات زبور رو تلاوت می کرد و همه کوه ها و پرندگان با او هم آواز می شدند. پرنده ها با شما هم صحبت می کنند؟ پرنده ها. برادر، مردم آماده شدن. این پادشاه ماست که نزول اجلال می‌فرماید؟ درود بر سلیمان نبی. درود بر سلیمان نبی. درود بر پسران داوود نبی. درود بر سلیمان نبی. خوش آمدید جناب سلیمان. به دعای شما محصول از سالهای گذشته بیشتر شده. آیا پیامبر خدا برای شروع درو ما را دعا نمی‌فرمایند؟ خداوند این روز را بسیار دوست دارد. روزی که در آن انسان‌ها کاشته‌های خود را برداشت می‌کنند و هر آن کس همان چیزی را درو می‌کند که کاشته است. پروردگارا، برکت را بر این سرزمین افزون نما و ما را در مدار یکتاپرستی یاری فرما. حال به اذن الهی شروع می‌کنیم. سلام. سلام. سرورم سلیمان. محبت کردید. میریم عزیزم، شما چرا اینجا آمدید؟ دلم آرام و قرار نگرفت. چه سالهای پر نعمت و برکتی.
اینا همه از فضل پروردگار ماست. این چه ماجراییست؟ هرچه هست همین جاست. خورشید را برایم بازگردانید. که سعی کردیم ملک مورد نظر خدا را در این سرزمین پیاده کنیم، طوری حکومت کنیم که او راضی باشد. پس این چه صحنه‌ای است که سر راه من قرار می‌دهد؟ از من چه خواسته‌ای دارد؟
پس ملک من مانند جسدی بیروح مرده است در مقابل آن ملک تو در پایان دنیا. خداوندا، من کجا و آن سلطنت متعالی تو کجا؟ سلیمان، بارها تو را برای ایتاء محبت‌های خاصه برگزیدیم. یادار آن هنگام که بر علم پدرت داوود و تو افزودیم و بر بسیاری بندگان مؤمنمان فضیلتتان دادیم. آن زمان که کتاب و حکم و نبوت عطایت کردیم، به سویت وحی کردیم و به رسالت برگزیدیم. اما بدان که بسیاری از مردمت هدایت نیافته و از شیطان پیروی می کنند. پروردگارا، پس به من ملکی عطا کن که تا پایان دنیا و برپای آن ملک عظیم به کسی عطا نخواهی فرمود که تو بسیار بخشنده‌ای. کلیه سران قبایل و کاهنان کشور را خبر کنید تا هرچه سریعتر به اورشلیم بیایند. ما وارد ماجرایی بس عظیم میشویم، بسیار سخت. جناب یزاد، خوشحالیم که دوباره به دیدار عالم بزرگ اورشلیم نائل شدیم. ما را نزد پادشاه همراهی می‌کنید جناب یزاد؟ خداوند متعال در صحنه‌ای ضعف ملکمان را به من نشان داد. پس از او تقاضا نمودم ملکم را رفعت دهد و اراده او بر این قرار گرفت. ملکتان را رفعت دهد؟ یعنی بهشت ایجاد کند همچون بهشت پایان دنیا که سراسر نعمت است و کمال و تعالی انسانیت. بهشت موعود که بنی اسرائیل به خاطرش به این سرزمین آمد، ولی حالا وضع این است که می‌بینید تا زمانی که بدی و شرارت در این دنیا وجود دارد آن بهشت الهی محقق نخواهد شد. برای رسیدن به آن باید از فتنه‌های مخوف عبور کرد. چه فتنه‌هایی جناب سلیمان؟ فتنه اجنه و شیاطین. از حرفای شما سر در نمی آوریم. چه اتفاقی میخواهد بیفتد؟ در زمان هبوط حضرت آدم عوالم از یکدیگر جدا شدند. به زودی برخی از آنان دوباره به هم ملحق خواهند شد. اجنه و شیاطین که در دنیای خود به سر میبرند خشن و غلیظ شده و به ما نزدیک میشوند، نزدیک و نزدیکتر، و در نهایت وارد دنیای ما می شوند. آن بهشت الهی محقق نخواهد شد مگر در جنگی خونین دشمنان بشریت از میان بروند. این حرفا چیست؟ کدام ملک؟ کدام جنگ؟ ما را به سخره گرفته ای؟ کاملا جدی هستم. برای همین از دورترین نقاط کشور شما را به اینجا دعوت کردم. و از ما چه میخواهید؟ همراهی و کمک شما را در مهار این ماجرا. جناب سلیمان، شما چه دلیلی بر اظهارات خود دارید؟ کدام یک از ما بزرگان دین چنین تفسیری از تورات را تایید کرده ایم؟ من به شما گفتم که از خداوند تقاضا نمودم و او هم خواسته شما را پذیرفته. آیا غیر از شما شخص دیگری هم شاهد مکالمه خدا با شما بود؟
از کجا بدانیم که اینها همه در وهم و خیال شما رخ نداده؟ این چرفی است. شما از رسالت پدرمان داوود نبی و برادرمان سلیمان نیک آگاهید و خوب میدانید که خداوند چه چیزهایی بر آنان عطا فرمود. هیچ چیز نمیدانیم. آنچه به عنوان معجزات پیامبریشان نقل می شود نزد ما علمای یهود هیچگاه ثابت نشد و هرگز دلیل محکمی بر رسالتشان ندیدیم. اما من میگویم همه این حرفها برای سرپوش گذاشتن روی ضعف حکومتتان است. شما خود را پادشاه مینامید، پس مسئولیت هر پیش آمد متوجه خود شماست. بهتر نبود به جای تظاهر به مردم دوستی در اداره امور کشور از ما کمک می گرفتید تا حال مجبور نباشید به این داستان پردازی های عجیب و غریب متوسل شوید و از ما انتظار داشته باشید قبایل خیش را برای یک جنگ موهوم بسیج کنیم. این شما نبودید که به پیروی از داوود هدایت بنی اسرائیل را از ما گرفتید، کتاب زبور او را حاکم کرده و کتاب‌های ما را از میان مردم طرد کردید. شما حتی تابوت عهد را در انحصار خیش نگه می‌دارید، در صورتی که ما علمای یهود وارثان شریعت موسی هستیم. از موی سپید و پریشان ما در مقابل جوانی خود شرم نمی‌کنید. هیچ یک از پیامبران الهی نوح، ابراهیم، یوسف، موسی چنین ادعایی نکردند. آن مردان خدا هیچگاه نگفتند میتوانند بهشت خدا را روی زمین برپا کنند یا بر علیه شیاطین نادیده لشکرکشی به راه بیندازند. آنها در کمال مظلومیت به پیشرفت دین و ترویج خداپرستی پرداختند و در این راه چه فداکاری ها که نکردند. درست میگوید. ما آن زمان هم به پدرش داوود که کودک 9 ساله را جانشین خویش کرد اعتراض کردیم که حکومتداری تجربه می‌خواهد. تجربه! به شهرهای خیش بازگردید ای بزرگان بنی اسرائیل. عالی جناب، کجا می روید؟ بیایید راهی پیدا کنیم. شاه، پسر معارب، خاندان افرایم را فراموش کرده ای که طرفداری از سلیمان میکنی؟ به دیگر افسران نیز پیام ما را برسانید تا کی میخواهند علیه قبایل خیش قدم بردارند. باید زمام این امر را خود به دست بگیریم. شما عزیزان من به شهرهای مختلف رفته و پیام مرا به مردم ابلاغ کنید. برادر، قبایل به حرف بزرگانشان گوش میکنند، نه به حرف ما. چاره نیست. آیا مرا همراهی میکنید؟ با شما هستیم تا آخرین نفس خیش. ما همه آماده اجرای فرامین پیامبر خدا هستیم تا آخرین نفس. اورشلیم اوج فتنه اینجا خواهد بود. پس برادرم آبشالوم، شما در پایتخت بمانید و از آن محافظت کنید. جناب یوآب، شما به همراه پسرتان و نیروهایی که تحت امر دارید به زبولون بروید. بله سرورم. این خاندان در جنگ‌های پدرم همراه ما بودند. باشد که این بار هم ما را یاری کنند. جناب یشبعون، شما از مناطق جنوبی کشور محافظت کنید. آدونیا، شما بری‌ها در شرق بروید. احتمال می‌دهم اولین فتنه‌ها از آنجا آغاز شود. سرورم، اورشلیم را از نیروها خالی می‌کنید. از این کار گریزی نیست. همگی شما نیروهای همراه خود ببرید. در صورت بروز اغتشاش در حفظ نظم و امنیت به کار خواهند آمد.
جناب یوآ، لشکر به راه انداخته ای؟ آمدم تا با همرزمان قدیمی دیدار کنم. ما را میپذیرید؟ خوش آمدید. ای مردم، ما در آستانه آزمایشی بزرگ قرار داریم. راه برای ورود اجنه و شیاطین به دنیای ما باز شده. تا به حال آنها می توانستند انسانها را وسوسه کنند، اما از این پس بر ما مستقیما اثر میگذارند. آنچه بدی و ناپاکی است بر ما هجوم میآورد، بارها قویتر و شدیدتر از آنچه تاکنون بشر تجربه کرده است. خطری بزرگ در کمین ماست که هوشیاری همه شما را طلب می کند. اما بدانید کید شیطان در مقابل ایمان آدمی کارگر نمی باشد. پس بیایید محکم باشیم و خود را برای خالق خیش خالص گردانیم. درهای رحمت پروردگار همیشه به روی بندگان خیش باز است. پس از شما میخواهیم که تقوا پیشه کنید، از فرمان رسول خدا اطاعت نمایید تا از گزند فتنه ها و خطر شیاطین در امان باشید. تقوا و اطاعت از پیامبر خدا، این سلاح ماست، تنها سلاح. پس چرا نیامدند؟ 15 روز است که زنها و بچه های ما در التهاب به سر میبرند. از کجا به ما حمله میکنند؟ از دریا؟ از جنگل؟ یا از کوهستان؟ میگویند آنها همه جا هستند. همه جا. اجنه و شیاطین وجود ندارند، آنها در خیال و وهم شما پرورش می‌یابند، وگرنه به خودی خود جسمی ندارند. این شما هستید که با ارتکاب گناه آنها را در فکر خود پرورش می‌دهید. اصلا شیطان چیست؟ شیطان اعمال منفی شماست. شما قوم برگزیده اید، هیچگاه به انحراف نمیافتید. فقط از ما حاملان تورات پیروی کنید، نه کسی دیگر. شما گفتید این آخرین پرداخت منه. به قدر کافی به تو فرصت دادم. جناب من شما کمک کنید. برای وامی که 1 سال پیش گرفتم مدام از من بهره طلب میکنن. این همانی است که شما دیگر ضمانت توانی برایم باقی نمانده. نرخ بهره بر اساس رأی علمای یهود تنظیم شده است. تا به حال 2 برابر آن را از من ستاندند، ولی باز قرض من پابرجاست. من عائلمند و گرفتارم. این انصاف نیست. آخر این چه حکمی است؟ چه شرعی است؟ کی خدا چنین دستوری داده؟ ساکت باش. تو از شریعت خدا چه میدانی؟ چرا بیتابی میکنی؟ اگه واقعا گرفتاری به جناب معیر متوسل شد، اون بهره کمتری دریافت میکنه. خب اذان خودت باشه. به هم ریخته‌اید. دیگر خجالت بکشید. ببینید برادرم به خاطر سکه‌ای به من حمله کرده. ما که تا حال با هم اختلاف ما نشده بود، حالا مگر یک سکه چه ارزشی دارد؟ چه ارزشی دارد؟ میبینی از زمانی که این شهر به دست بنی اسرائیل فتح شد همواره در آرامش بود، اما حالا شما وحشت را بر مردم حاکم کرده اید و آنان بی جهت با هم نزاع می‌کنند.
بی جهت نیست جناب یوئیل. دشمن به ما نزدیک شده و شیاطین بر ما اثر میگذارند. ای مردم، به خود بیایید. ما در آستانه خطریم. دروغ نگویید، خدعه نکنید، حق یتیمان و فرودستان را ادا کنید. نکند حسد ورزید یا به مال دیگری چشم دوزید. ربا نخورید، ربا نگیرید تا شیطان نتواند شما را لمس کند. بیایید به خدای مهربان پناه آوریم و به درگاهش توبه کنیم. دین و زندگی قبیله افرایم در این شهر بر اساس کتاب خدا تنظیم می شود. قانون موسیٰست، نه حرف اینان. حرف آخر، هر یک از شما که اعتراضی دارد قبیله خود را ترک کند و از این دیار برود. همین. این مردم سالیان درازی است که به این نوع زندگی خو گرفتند. چرا میخواهید همه چیز را به هم بزنید؟ قابل تحمل نیست. این التهاب مردم را به شورش کشانده. دیگر نمیتوانیم قبایل را اداره کنیم. همه به سوی سلیمان کشانده میشوند. او تابوت عهد و قوای سحرآمیزی در اختیار دارد. بازگشت شیاطین همه چیز را در اختیار او قرار خواهد. نه، بازگشت آنها به نفع ماست. آرا؟ چه کسی این جادوگر را به اینجا فراخوانده؟ من او را دعوت کردم. در این شرایط از هر وسیله‌ای باید بهره برد. گوش کنید، سوزه هایشان را نمیشنوید؟ بزرگان و نامآوران جهان با قدرت آنان کشورگشایی کردند و افتخار آفریدند. نمرود، فرعون، چه تمدن‌های عظیمی به وجود آوردند. حال پس از چندین هزار سال به زمین باز خواهند گشت و قطعا خدمتگزاران خویش را فراموش نخواهند کرد. شما نیز اگر ثروت جهان را خواهید، اگر سروری بر تمامی ملل را می با آنها هم پیمان شدیم؟ ما عالمان یهود مردم چه خواهند گفت؟ جناب یزار، از آن روز که سلیمان بر تخت سلطنت نشسته در انتظار درگیری جدی با او هستم. آنگاه که همچون پدرش به دروغ ادعای پیامبری کرد، ایمانم محکمتر و عزمم راسختر شده. اگر این موجودات بیایند، این جوان مغرور را در هم خواهند شکست. تقوا و اطاعت از سلیمان. آنچه خطرناک است اطاعت از سلیمان است و این باید نقطه شکست او گردد. وقتی کودکی بیش نبود، روزی میان صاحب کشتزاری و مردی که گوسفندانش شبانگاه زمین او را چریده و تباه کرده بودند منازعه‌ای شد. خداوند حکم آن را به سلیمان آموخت. داوود گفت دیدید او چه فضایلی دارد؟ اما مخالفان غوغا کردند که می‌خواهی کودکی را جانشین خویشتن کنی. پسرم با چشمان نافذ و تیزبینش به من می‌نگریست و من احساس می‌کردم که او خود را برای آینده‌ای سخت مهیا می‌کند. اکنون آن روز فرا رسیده است. میریام، من برای او می‌ترسم. مادر جان، خدا با ماست و ما رو تنها نخواهد گذاشت. آل داوود تربیت یافته برای چنین روزی. من به پسرانم افتخار میکنم. امروز حالش چطور است؟ او را احساس میکنم هر روز بیشتر از روز قبل. بعد از مدت‌ها خداوند ما را مشمول رحمت خود قرار داده. 3 روز پیش 2 تا از 3 برادر من به خاطر اینکه من
از هم اکنون به او حسادت میکنم. احساس میکنم وقتی بیاید تمام توجه شما را به خود جلب میکنم. روزگار سختی را میگذرانید. قبل از این هیچ پیامبری وارد چنین ماجرای خطرناکی نشده. آیا موفق میشویم؟ پروردگارا، مردم اورشلیم و شهرهای دیگر دوستدار شما هستند، اما از ایرادات کهن خویشند. آیا در کوران حوادث سرافراز خواهند شد؟ چه شده؟ نمیدانم. چه میکنی؟ خداوند پناه ماست. سلیمان گفت با دعا و توبه به درگاه او میتوانیم نجات یابیم. در این شرایط تیزی شمشیر به کار میآید. آنها از مردمان قبیله ما هستند. آبرو دارند. رهایشان کن. باشید. دیشب ندیدین چه گذشت؟ فقط مدتی از ایشان مراقبت میکنیم که اوضاع به صورت عادی برگرده. اینجا یک شهر نظامی نیست. جان زنها به بدها به خطر نیندازین. سربازان را از اینجا ببرید، وگرنه ما خود این کار را خواهیم کرد. جناب وزیر، به من کمک کنید تا بتوانم نظم را برپا کنم. دیدی؟
جناب سلیمان، گوسفندان اینان محصولات 1 سال ما را از بین بردن. باشد برای بعد. فعلا مصالحه کنید. سوار شوید. سریعتر. عجله کنید. چه شده؟ یک باره به راه افتاد. گویا به اریحا می رود. برادر التهاب به اوج رسید تا اینکه چند نفر به مردم حمله کردن، حتی به نزدیکان خویش. بیشترشون را دستگیر کردیم. اینطور میتوانیم اصلا مراقبت کنیم. هر لحظه ممکن است یک نفر تصمیم جناب سلیمان، ما ترسیده ایم، کمک ما کنید. آمار این چه بلایی بود که بر سر ما آمد؟ خدایا، ای تنها معبود و همه چیز من، ای همه کس و کار من، ای همه امید و مأوای من، ای که به جز تو پناهی ندارم و ناله و فغان خود فقط به درگاه تو می آورم
تا تنها تو که خدای منی به نجاتم برخیزی. خدایا از کرم تو به دور است که مرا با این حال نزار و تن نحیف در چنگ دشمن خونخوار رها فرمایی تا این چنین بر من بتازد و آبرویی را که تو بر من عطا فرموده‌ای بر زمین ریزد. بار الها دلهای ما را دوباره به نور ایمانت استوار گردان تا برای تو با دشمنان و شریران به جنگ برخیزیم و بر شیطان فائق آییم. این برادرتان بود که نمیگذاشت ما مردم را راهنمایی کنیم و آنان را بر ما میشوراند. مسبب فاجعه‌ای که بر ما گذشت مشخص است. هیچ کس نصایح ما را نپذیرفت، هیچ کس خطر را جدی نگرفت. این جوان حتی در معاملات بازار هم دخالت میکرد. معاملات بازار؟ مقصودشان رباست برادر. این قبیله هرگاه برای هزینه دارو یا مخارج زراعت وامانده به ما پناه آورده و ما مشکلاتشان را حل کردیم. نکبت ربا رو چه میکنید؟ نمیدانید این زندگی ها آلوده به مال حرام گشت و شران دامن این مردم را میگیرد؟ مال حرام؟ چرا به کاهنان شهر تهمت میزنید؟ شما که خود عالم به کتاب آسمانی هستید، بزرگان شهر شاهدن که ما جز حقمان چیزی از مردم طلب نکردیم. کدام حق؟ کدام طلب؟ فاجعه‌ای بزرگتر از این که علیرغم تعالیم موسی چنین گناه وحشتناکی را میان بنی اسرائیل باب میکنید و راه صلاح و رستگاری را برای همیشه به روی ایشان میبندید؟ چه گناهی جناب سلیمان؟ ربا نمک ثروت است. رضایت وام گیرندان را حلال می کند بر اساس نوشته‌های تورات و مکتوب الهی. آن کتابی که به میل خود تحریف کردید، کلماتش را جابجا کرده به نفع خود تغییر دادید، که گفته ربا و خوردن مال مردم حق شماست. شرم نمی کنید؟ نمیدانید این ثروت‌های حرام آتشی خواهد شد که از درون همه شما رو خواهد سوزاند؟ پس ما با چه زندگی کنیم؟ بگویید از گرسنگی آواره شده با گدایی آبروی علم عالم را میان مردم کوچه و بازار ببریم. وای بر شما، وای بر شما که این علم اندک وسیله طغیان شما شده. حالا میفهمم که چرا خداوند ملکم را به شکل جسدی بیرون نشانم داد. از جلوی چشمانم دور شوید که در شما هیچ خیری نمیبینم. فردا به دنبال کسی خواهم فرستاد که از شما بسیار عالم‌تر است. کسی که علمش موجب انحراف او نشد. کوه‌ها جا به جا شوند، او جا به جا نخواهد شد. دنیا بلرزد، او نخواهد لرزید. پیروز خود را به یاد دارید. اکنون در دیگر شهرها وضع این چنین است. اگر دوباره جنون بر ما غلبه نماید، کسانی از شما که مطابقت حق نمودند از فتنه در امان ماندند. از این پس نیز راه همان است. خدا نگهدارتان. شما همراه ما نمیایید؟ شای آصف ابن برخیا سلیمان او را احضار کرده. کاری از دست او بر نمی آید. می گفتی طلسم مهلکی داری که سالها در حال تقویت آن هستی. منظورت چیست؟ تو خودت بهتر می دانی. سلیمان را بکش. نه، ممکن است
به خود من برگردد. مرگ او ارزش این خطر را دارد. او را بکش آرا. استادم میگفت علم جادو از سحری فرعون بجا ماند که همراه کاروان موسی از دریا گذشتند. این علوم نزد کاهنان مخفی ماند و سینه به سینه گشت تا به نسل ما منتقل شد. او همیشه میگفت قوی ترین سحر از با ارزش ترین قربانی است. بیچاره دست به کار شو! دست به کار شو! ای که آفتاب را میپرستی، ای چشم بد، ای کینه و زهر، ای حسد، بر جگر گوشش فرود آیین و آفات تیرهای هلاکت کنی. چه شده؟ میریام به راهمان ادامه میدهیم. برادر شما به اورشلیم بروید، ما به شهرهای اطراف میرویم. به امید خدا ماجرا رو مهار میکنیم. شای با چند نفر همراهیشون کنید. اطاعت. حرکت میکنیم به سوی عبرون.
خداوند به شما صبر دهد جناب سلیمان. ما مردم اورشلیم هم درد شما هستیم. همینجا بمان. اطاعت پدر. تسلیت میگویم. از دست دادن عزیزان چه سخت و دردناک است. حال میبینید که گفته هایمان بیهوده نبود؟ اطرافیان و نزدیکان اولین طعمه خطرند. دشمنان شما حتی به زنها و بچه های بیگناه هم رحم نمی کنند. از این پس خونهای بسیار ریخته خواهد شد. چه خوب بود که پادشاه به این امر راضی نمیشد. از مقام و منصب دنیا کناره می گرفت، در گوشه‌ای به دین خویش می پرداخت و مسئولیت خطیر کشور را به ما. از دست دادن همسر و فرزند شما را به تجدید نظر وا نمی دارد؟ حتما باید مادر، برادران و یارانتان به خون در غلطن تا خطر را درک کنید. چند نفر باید فدای جاه طلبی شما بشوند؟ چند نفر؟ بدان که هر شری به ما برسد آن را با خیری پاسخ می‌دهیم. تو به نابودی آل داوود قد علم کرده ای و من به نجات و رستگاری خاندان تو. مرا فرا خواندید، فوراً آمدم. شما رو که میبینم یاد پدرم داوود میافتم. متاسفم. دلم برای میریام اون طفل معصوم میسوزد. از دنیای ما جفایش مانان رسید. آنان وارد رحمت خدا شدند، در اون انوار محبت او. از این صخره مقدس راه نجاتی باز خواهد شد. در همین جاست که پیامبر آخر الزمان پیشا پیش تمامی پیامبران نماز گذارده و به معراج می روند. همین جاست که در زمان آخرین منجی از نسل ایشان پس از جنگ های نهایی ابلیس را گردن می زنند. پس ملکوت خداوند بر زمین نور افشانی خواهد کرد. جناب سلیمان، پیک‌ها خبر آوردن مردم شهرهای بیت ایگا به راه حارس و تل رفیدیم توانستن بر فشار شیاطین غلبه کنند. جناب یشبعام و حزقیل سخت درگیرند. آدونیا پس از آرام کردن هبرون به سمت عین فارس حرکت کرد. باید خود را به زبولون برسانیم. به خاطر داری؟ این اولین زرهی بود که توسط پدرت داوود بافته شد.
چای؟ سرورم، شما نزد برادرم بمانید. اطاعت سرورم. آبشالوم، اورشلیم را به شما می سپارم و مادر را. مردم را به صفه و صخره مقدس بخوانید. بگویید زنها و بچه ها را پناه دهند. اطاعت. فکر نمی کردیم کار به اینجا هم برسد. بالاخره تکلیف ما چه خواهد؟ جناب یازار، ادامه این جناب یازار چه باید کرد؟ گوش کنید. اکنون سلیمان عازم دورترین نقطه کشور است. این همان فرصت طلایی است که انتظارش را می‌کشیدیم. باید قبل از بازگشت سلیمان کار را یکسره کنیم. عزیزان من، نترسید، خدا بزرگ است. شهر حبرون به دست طرفداران ما افتاده. در مدخل شهر به چنگ ما افتادند. حرکت میکنیم. خوبی؟ خوبم. برویم یاران، سریعتر برویم. دانیال اینجا رو
برید بیرون، برید. آرام باشید، ایستادگی کنید، بنشینید. برید. جناب آشر، شما هم بیایید، بیایید. سوی قایق ها. مسلط باشید، قایق ها را به هم اندازید. شما شدید، بیایید، بیایید. بیایید، بیایید. کمک کنید. برای خدا و پیامبرش، برای خدا و پیامبرش. شمشیر
پروردگارا این سرداران مرا وارد رحمت و مغفرت خود بفرما. جناب عاشر، چرا؟ به خود بیا، از شر شیاطین به خداوند پناه ببر. من ناپاکم، دیگر امیدی به من نیست. نمیتوانم. تو میتوانی، به خدا پناه بیاور. پلیدی را از خود دور کن، از محبت خدا غافل نشو. خدا را صدا بزن، خدا را صدا بزن، تو میتوانی. خدا را صدا بزن. نمیتوانم. پیامبر خدا. آدونیا برادرم، سران قبایل و نظامیانشان به سمت اورشلیم حرکت کردند. اورشلیم؟ این اوضاع که نتیجه کفایتی سلیمان است. حکومت باید به دست صاحب آن بازگردد. جناب یازار، فرمانده بنی اسرائیل. ای مردم، کلید نجاتتان در دست اوست، نه در دست مدعی دروغین پیامبری. آن هم در شهر داوود نبی که مردم با صوت روحانگیز و آیات دلنشین زبورش زندگی می کنند. جناب آصف، از چه رو طرفداری این خاندان غاصب را می کنید؟ اگر مرا به عنوان عالمترین قبول کردید، بدانید که این علم ودیعه‌ای گرانبهاست در دستان ما. با آن پیامبر خدا را بشناسید و تسلیم شوید. اگر چنین نباشد علم نیست، ضلالت است. ای مردم، با پیامبر خدا نجنگید. این گناهی نابخشودنی است. در حذر باشید که زمان موسی نشود
که چون بازگشت او از کوه تور به تأخیر افتاد با فریب سامری بر هارون شوریدند و گوساله پرست شدند. جناب آصف راست میگویند. من شهادت میدهم که سلیمان پیامبر خداست. برگرد اسحاق و این هم برادرش آبشالوم است، فرزند داوود نبی. ای مردم، بدانید که تمام قبایل با من پیمان بستند. اگر تسلیم نشوید هیچ کدامتان زنده نخواهید ماند. آصف راست میگوید. چرا پریشانی؟ بزرگترین سلاح در اختیار توست. خدایا مردمم را از فتنه‌گران نجات بده. ای افسران و سربازان پرین خورده، من بزرگ لویان و نگهبان شریعت یهودم. حلال و حرام دینتان را من تعیین می کنم. من شما را به کتاب خدا فرا می خوانم. به این تورات دستور خداوند است، مکتوب الهی است که بر موسی نازل شده است. هنوز هم با دین خدا می جنگید؟ ما با تورات نمی جنگیم. بشا بگیرید! این بار با شیاطینی از انسان مواجهیم. هر چه سریعتر باید خود را به اورشلیم برسیم. اما سرورم، همه افراد خسته‌اند و اسبان نیازمند اتراق. تا فردا صبح استراحت بدهید. تا آنجا چند روز راه است. تا صبح. دشمن در لباسهای مختلف از هر سو حمله ور شده و در حال غلبه بر ماست. فاصله ها زیاد است. بدنم ضعیف و توانم اندک. خدایا چه کنم؟ پروردگارا دستم را بگیر. سلیمان، پروردگارا، سلیمان، ای بنده خوب ما باد را مسخر تو قرار دادیم. از آن استفاده کن تا به امر تو هر کجا که می‌خواهی تو را ببرد.
کشتی ها را به ساحل بکشانید. باید آنها را به هم وصل کنیم. بیا عزیزم بیا اینجا نترس بزن. برمیخیزد. سوار میشوید. سریعتر دوستان، سریعتر. الهی به امید تو.
پروردگارا، این مردم معجزات تو را میبینند ولی باز ایمان نمیآورند. گناه و لجاجت چشمانشان را تیره کرده و قلبهایشان را تاریک. عزم آن دارند که ریشه خداپرستی را از زمین براندازند. خدایا، ما را از مرگ در راه تو باکی نیست، اما می‌ترسیم که این فتنه‌گران ملکت را به فساد کشانند که تو این را نمی‌پسندی. پروردگارا، یک بار دیگر رحمت فرما و ما را نصرت عنایت کن که تو بهترین نصرت کنندگانی. ای سلیمان، برای مادی شدن اجنه و شیاطین آماده باش که ما به تو تسخیرشان را عطا کردیم و این توان پیوسته در انگشترت همراه توست.
شیطان منشأ تمامی شرارت ها و محنت های انسان است. اوست که باعث جدایی میان ما شده. آیا وقت بیداری و توبه فرا نرسیده؟ وای وای بر ما! بدانید که به فرمان من از این پس در سرزمین ما اجنه و شیاطین دچار رخوت خواهند شد. لذا از این موجودات پست و حقیر نترسید، با رشادت بروید و همه را به بند کشید. سپاس خدایی را سزاست که پناه ما بی پناهان است، که اجنه و شیاطین را به انقیاد ما درآورد. اما بدانید که در پایان دنیا این موجودات به زمین باز خواهند گشت و باز فساد و خونریزی جهان را فرا میگیرد. صالحان به استغاثه فریاد برآورده تا خداوند یک بار دیگر دست قدرت خود برافرازد و نور پرفروغ ایلیا را بر ما نازل فرماید، تا همان گونه که اقوام عصیانگر پیشین را بشکست، تمامی شیاطین و شریران را نابود کند. کسی می آید که دریای رحمت است، منجی بشر است. پس صالحان وارث زمین خواهند شد و بهشتی برپا می کنند که در آن انسانیت به اوج شکوفایی خود می رسد. پس خدایا توفیقمان عطا کن به اعمال صالح، تا آنطور که تو دوست داری برای آن زمان خود را آماده سازیم، تا همه ما عبد تو باشیم، مطیع تو باشیم، برای تو باشیم و به سوی تو باشیم.